اگه دوست داری 0 تا 100 لوبیا پلوی رستوران یاد بگیری تا ته فیلم ما باشی. لوبیاها رو سر و تهش رو میزنیم، خورد میکنیم، تو آب میجوشونیم، بعد تفت. بعد پیاز داغ رو میگیریم، گوشتم اضافه میکنیم، تفت میدیم، آبش کشیده شد. ادویه‌ها رو که تو کپشن بهتون گفتم اونا رو هم اضافه میکنیم و رب و همه مواد با هم ترکیب میکنیم. یه کوچولو هم آب میریزیم با هم قلقل کنن، طعم و مزه به جون همدیگه بره. حالا که مایه لوبیا پلومون به روغن نشست، لابلای برنج آبکشی میدیم و دمش میذاریم. اما خوش سلیقه‌ها میدونن الان نوبت اینه که روش روغن حیوانی بدیم با یه کوچولو پودر دارچین. بسم الله. به به. لوبیا پلو رو ببین. با سلیقه ها میدونن این چیه. به به. روغن کرمانشاهی آرتیشو با عطر و طعمی بی‌نظیر غذاهاتون رو خوشمزه تر میکنه و هیچ گونه افزودنی هم نداره. بعدیک سیب زمینی، اونم چی؟ زیر چی؟ زیر لوبیا پلو. این هم شد لوبیا پلوی رستورانیمون.